پسرخوانده فروغ با نام حسین منصوری، پسر بچه‌ای که جای کامبیز رو برای شاعره جوان پر می‌کرد و فروغ با مهری که نثارش کرد او را از جذامخانه بیرون کشید و همچون خودش از او شاعری فرهیخته ساخت. روایت زندگی حسین منصوری از آسایشگاه جذامیان تا مونیخ آلمان. همراه ما باشید تا خاطرات جالبی رو از زبان حسین منصوری در مورد فروغ ببینید. سلام، اینجا کانال اینجای تهرانه. چون میدونیم به قصه های تاریخی و جذاب تهران و ایران علاقه دارید و فرصت ندارید که منابع حقیقی رو دقیق بخونید، بخش های جالب و حقایق رو خلاصه تقدیم شما میکنیم. لطفاً با زدن رو زنگوله پایین ویدیو و دنبال کردن ما همراهمون باشید. حسین بیشتر در خانه پدر مادر فروغ میموند، جایی که دو برادر فروغ یعنی مهرداد و مهران و خواهرش پوران در اونجا زندگی میکردن. حسین بین فرخزادها بزرگ شد، جوری که هیچ کس باورش نمیشد این بچه غریب است و به اصطلاح فرزند خونده. جالب اینجاست که حتی بعد از فوت فروغ حسین در اون خانواده بزرگ شد و این روال ادامه پیدا کرد تا جایی که در سال 1354 خانواده فروغ تصمیم گرفتن حالا که حدود 9 سالی است این بچه مادر خوندش یعنی فروغ از دست داده، راهی رو ادامه بدن که اگه دخترشون زنده بود همین کارو میکرد. برای همین حسین 19 ساله رو به انگلیس فرستادن تا اونجا بتونه راحت و البته در محیطی خوب تحصیل کنه. جالب اینجاست تو مدتی که حسین انگلیس بود با پسر واقعی فروغ یعنی کامیار مدتی همخونه شد تا اینکه سال 1356 از انگلیس به مونیخ رفت و در آلمان تونست به یک شاعر و نویسنده و البته مترجم عالی تبدیل بشه که البته کنار همه اینا دستی هم بر آهنگسازی داره. وقتی حسین از فروغ میگه انگار میشه همون پسر بچه کوچیکی که روزگاری محبت فروغ اونو به تهران میکشونه و تو سالایی که کنار فروغ و خانوادش بوده از حسین یک ادیب هنرمند میسازه، دقیقاً مثل خود فروغ. بین تمام سالهایی که حسین به عنوان پسرخوانده فروغ با اون و خانوادش زندگی کرده خاطراتی داره که بعد از گذشت این همه سال هنوز براش تازگی داره و از اونا حرف میزنه که بهتره باقی ماجرا و خاطراتو از زبون خود حسین منصوری بشنویم. یکی از سخت‌ترین خاطرات من برمیگرده به حدود سال 1343. نمیدونم چرا همیشه کنار فروغ نگران بودم. میترسیدم اونو از دست بدم. برای همین همیشه نگران بودم. حتی وقتی فروغ شعر میگفت حالت خاصی داشت که من میترسیدم. اصلا اون موقع ها نمیدونستم شعر چی هست. یادم میاد وقتی فروغ میخواست شعر بگه با خودش صحبت میکرد، هیجان زده میشد و گریه میکرد. منم میترسیدم و فکر میکردم از چیزی ناراحته یا مریضه. با اینکه عاشق فروغ بودم کنارش یه حس عجیبی داشتم و همیشه احساس میکردم یه خطری داره مادر خوندم و تهدید میکنه. جالبه کنار مادر فروغ که بهش میگفتم خانم جان این احساسو نداشتم. فروغم وقتی فهمید من پیش خانم جان راحت ترم گذاشت من اونجا بمونم. خانم جونم دیگه تنها شده بود و بهترم بود که ما دوتا پیش هم باشیم. یادم میاد میچسبیدم به خانم جان و اونم دوست داشت که پیشش بمونم. یکی از خاطرات دیگه‌ای که یادم میاد برمیگرده به شعر گفتن فروغ تو خونه محله مزین الدوله. دنبال فروغ راه افتاده بودم و هر جا میرفت دنبالش میرفتم تا اینکه رفت تو بالکن و من خیلی ترسیدم چون فکر کردم الان خودشو پرت میکنه پایین. رفتم جلوش وایسادم. یهو فروغ بهم گفت چی میخوای حسین؟ برو کنار. یه خاطره دیگه هم که یادمه برمیگرده به زمستان سال 1343. فروغ ناراحتی روحی شدیدی داشت. یه خانومی تو خونش کار میکرد و کمک دست فروغ بود که به اصرار فروغ چند روزی رفت مرخصی. بعدم منو از پیش خانم جان آورد چند روزی پیش خودش، اما حالش خیلی خیلی بد بود. من از دیدن اون حالتهای خاصش مثل بید میلرزیدم. درست همون روزا شعر بلند ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و
در چند روز با اون حال بحرانیش نوشت. آخرش هم که گویا قرص خورد و خدا رحم کرد که اون خانم مستخدم سر رسید و متوجه شد و فوراً تلفن زد و گلستان اومد و فروغ انداخت تو ماشین و بردش بیمارستان. اما آخرین خاطرم تلخترین و سیاه ترینه. چیزی که هر بار بهش فکر میکنم غم تمام وجودمو میگیره. تمام اتفاقا مثل یه فیلم دردناک از جلوی چشمم میگذره. اون روز تلخ از اون وقتایی بود که اصلاً دلم نمیخواست از خواب بیدار شم. ظهر اون روز فروغ برای نهار پیش ما اومد. خیلی هم گرفته بود. برعکس دفعه‌های قبلی که هر وقت می اومد خیلی خندون و بشاش بود. منم عاشق این بودم که فروغ بیاد و شروع کنه صحبت کنه. ولی اون روز خیلی گرفته بود. ساعت نزدیکیای 2 بود. بهم گفت برو برام سیگار بگیر. منم رفتم سیگار خریدم و فروغم بقیه پولی که اضافه اومد و 5 قرون بود و داد به خودم. منم با خوشحالی کیفور از پولی که بهم داده بود رفتم مدرسه و برگشتم. نزدیک خونه که شدم هی تو دلم میگفتم میشه هنوز جیپ فروغ جلوی خونه باشه، که البته نبود و فهمیدم که فروغ رفته. کم کم هوا تاریک شد. آخه زمستون بود. خیلی زود شب میشد. خانم جانم گفت حسین بیا امشب زود شام بخوریم، من خستم، میخوام امشب زود بخوابم. منم خوشحال بودم که زود بخوابیم چون واقعا روز کسل کننده ای بود. شاممونو خوردیم. خانم جان داشت تو آشپزخونه ظرفا رو میشست. منم عاشق این بودم که برم یه جایی قایم بشم تا خانم جان دنبالم بگرده. اون شبم رفتم پشت یه صندلی بزرگ که برای سرهنگ فرخزاد بود. اون پشت قایم شدم. خانم جانم مثل همیشه منو صدا میکرد و میگفت حسین حسین، تا اینکه یهو وسط بازی ما تلفن زنگ زد. پشت خط جولیت سلمانی بود. گویا خیلی بد به خانم جان خبر داده بود، چون یه دفعه خانم جان شروع کرد به فریاد زدن و گریه کردن. تلفنو که قطع کرد سری لباس پوشیدیم. اما تو اون برف و سرما چند ساعتی طول کشید تا بتونیم تاکسی بگیریم و به بیمارستان تجریش برسیم. ساعت 10-12 شب بود. نذاشتن بریم تو. صورت خانم جان از اضطراب رنگ نداشت. صداش میلرزید. به اطلاعات بیمارستان گفت فقط بگین بچم زنده است یا مرده. یه آقای اونجا بود که خیلی بیرحمانه جواب داد و گفت حالا شما فرض کن که مرده. همین که اینو گفت خانم جان قش کرد و افتاد روی زمین. حال نزار خانم جان در حالی که دست منو گرفته بود هر کسی رو به گریه مینداخت. حال منم بد بود. باورم نمیشد فروغ از دست دادم. فقط 10 سالم بود که این تجربه تلخ رو درک کردم. همون بیمارستان تجریش برامون تاکسی گرفتن تا برگردیم منزل. وقتی برگشتیم خونه همه جمع شده بودن. گلستان بود، تاهباز، سرهنگ فرخزاد، همه با همه اومده بودن و زار زار گریه میکردن. 40 روز تمام خونه ما از آدم پر و خالی میشد و حال بدی بود که امیدوارم هیچ وقت هیچ کسی نبینه. روز خاکسپاری هم خواهر بزرگ فروغ گفت این بچه اصلاً عاطفه نداره، نبریمش. و من موندم تنها با بابوشکا سگ خونه و از ترس چسبیده بودم به سگ و جم نمیخوردم. کاش بقیه باور میکردن که منم داغدار بودم و همه کس و کارم از دست دادم. آنچه شنیدید گزیده ای از مصاحبه های آقای حسین منصوری بود. اگه از این دست قصه ها لذت میبرین و براتون جذابه لطفاً و حتماً ما رو به دوستانتون پیشنهاد بدید و با ارسال لینک ویدیوها به شنیده شدن این قصه ها کمک کنید. همچنین میتونید پیشنهادهای خودتون رو با ما تو قسمت کامنت ها در میون بذارید تا به قصه مورد علاقه شما بپردازیم. یادتون باشه که با زدن روی زنگوله و سابسکرایب کردن میتونید از بقیه قصه ها خبردار بشین.